سلام دوستان عزیز. حکایه نام دارد همسایه بای و کمبغل. دو همسایه بودند، یکی بای دیگری کمبغل. بای برای به حج رفتن طلا جمع آوری میکرد و چیزی که از دستش میومد برای همسایه‌اش میکرد. روز بای از کار میآید، میبیند که فرزندش گریه دارد. میپرسد بچم برای چی گریه کرده ایستادی؟ فرزندش میگوید من امروز در خانه همسایه بودم، آنها گوشت بریان میخوردند، برای من یک لقمه ندادند. این سخنان را بای میشنود، در غضب میشود، زود به خانه همسایه‌اش میرود. در خانه همسایه‌اش را میکوبد، از داخل خانه همسایه‌اش میبراید و میگوید بای همسایه امین روز گوشت بریان خورده، فرزندم آمد دید، با وی نگفتید که یک لقمه خور. در خانه گوشت دارم اما دل بچه به گوشت بریان شما کم زده. این را همسایه کمبغل میشنود و میگوید 3 روز میشود فرزندانم گرسنه‌اند. در خانه یک لقمه نیست که برای فرزندانم دهم. این سحر از خانه بیرون برآمدم و گفتم ای خدا رزق فرزندانم را ده. گویان در راه میرفتم، در یک کنج راه دیدم یک مال مرده خوابیده است و بعد گفتم ناعلاج ماندم، از گوشت همون ما برای فرزندانم کمی آوردم. وقتی که آن را میخوردم فرزند شما آمدند. آن گوشتی که ما میخوردیم برای ما حلال بود، برای فرزندان شما حرام است. این را بای میفهمد، میگوید ای خدا همسایه من به چنین احوال گرفتار است، من با این صد تنگ طلا به حج میروم. گویان زود از خانه طلاهایی که برای حج جمع آوری میکرد به همسایه‌اش میدهد. موسم حج فرا میرسد، حاجی ها به حج میروند، باز بر میگردند. روزی بای در راه میرفت، یک همسایه‌اش میگوید ای بای شما رو دین در منبر دیدیم، در حج نماز میخوندید اما در راه ندیدیم، شما چی خیال آمدید؟ بای میفهمد، میگوید شاید که اینها مرا مسخره دارند. کلی که من به همسایه‌ام دادم این را شنیده از روی من خندیده ایستادند. گویان با فکر آغشته میشود و شب در خوابش یک مردی رو میبیند که میگفت بای تو چنین سخاوتمند هستی، تو که به حج نرفتی اما نکیه که به همسایت کردی از زیارت حج بالاتر بود.